علامه بکر ابو زید رحمت الله علیه در کتاب نفیسشان حراست الفضیله، حراست الفضیله یعنی حمایه فضیلت، که این درباره حجاب یک کتاب مکمل گفتن، از زیاده از 200 کتاب این کتاب را خلاصه و جمع آوری کردم، گفتن کتاب حراست الفضیله. و برای تمام طالب علمان و اهل علم یادآوری میکنیم که بهترین کتاب آیه حجاب است، مخصوصا درباره حجاب زنها و حمایه شرف زنها. این کتاب نوشته شده است در زمانی که دشمنان اسلام میخواستند حجاب زن را یعنی بی‌ارزش کنند، حجاب زن را از سر گیرند. و البته این در تاریخ تکرار می شود و همیشه دشمنان اسلام مدتی 1400 سال است که با این دین مقدس اسلام مبارزه میبرند.